سلام دوستای عزیزم، وقت همگیتون بخیر باشه. یه روز جدید، یه مطلب جدید. من خیلی تو این پارک میام، خیلی این پارک رو دوست دارم و یکی از جاذبه‌های این پارک وجود این آبشاره. یه نگاه بکنید. حالا یه نکته تو این آبشار هست که خیلی دوست دارم به شما بگم، اما اینقدر صدای آبشار زیاده که احتمال داره صدای منو خوب نشنوید. من در ادامه بهتون خواهم گفت. ببینید این آبشار طوری طراحی شده که شما به راحتی میتونید از زیرش گذر کنید. حالا منظورم از این آبشار چی بود که میخواستم یه داستانی پشت این قضیه هست براتون تعریف کنم، اما اجازه بدید من یه دور از زیر این آبشاره گذر کنم. حالا نکته‌ای که توی این آبشار وجود داره چیه؟ من هر وقت که این آبشار رو میبینم برای من اینجور تجسم میشه که این آبشار شبیه یک سری از مسائل و مشکلاتیه که تو زندگی همه آدم ها هست. حالا یک سری از افراد شهامت رد شدن از این مسائل و مشکلات رو ندارن، اما یک سری هم هستن که وارد مسائل و مشکلات زندگیشون میشن و حتی گاهی مکث میکنن، زیبایی اون مسئله رو و اون مشکلی که تو زندگیشون وجود اومده رو درک میکنن، میبینن، لمسش میکنن. و یک سری هم هستن اینقدر با سرعت از این مسائل رد میشن که متوجه نمیشن کجا بودن، چه کاری انجام دادن و چه رشدی براشون ایجاد شده.